نمیخوای بپرسی از کدام جهنم میایم؟ نپرسیده میدانم. از میدان جنگی که برنده‌اش معاویه ابن ابو سفیان است، بازنده‌اش حسن ابن علی. همین؟ نه همین. من با تو عقد اخوت بستم کیان. از کوفه به مدائن آمدم تا به تو نزدیکتر باشم. به خدا قسم یک تار موی گندیده‌ات را با کرور شیوخ هرخوری مذهب و دمدمی مزاج کوفی عوض نمی‌کنم. روزی که رزم جامه پوشیدی و عزم جنگ کردی پشتم لرزید. وداع آن روزت بوی مرگ میداد کیان. در غیابت روزی 1000 بار دیدار دوباره‌ات را آرزو کردم. خدا را شکر که زنده ای. دل چاک و خونین برادرت را نمیبینی؟ نمیپرسی در رکاب پسر پیامبر چه ها دیده ای؟ تو رفتی و دیدی، من نرفته دیدم کیان. ندیده ای مختار. به خدا قسم غربت و تنهایی پسر پیامبر را ندیدی وقتی که کوفیان به طمع غنیمت به خیمه‌اش ریختن و سجاده از زیر پایش بیرون کشیدن. من غربت و تنهایی پدرش علی را دیدم وقتی کوفیان با شمشیرهای آخته به خیمه‌اش ریختند و قصد جانش را کردند. تو به قدر من عراق عرب را نمیشناسی کیان. معاویه و امراس بر اشتر جهل کوفیان سوارند. آنها بازی را در صفین بردند. عراق روزی فتح شد که قرآن‌های مکر و امراس بر نیزه رفتند. خنجر یکی از خوارج دیشب در سابات مدائن پای پسر پیامبر را شکافت. مختار، خنجر ضارب زهراگین بوده باشد، جان امام در خطر است. یا صاحب صبر، به این برکت قسم میدانستم عاقبت این لشکرکشی رسوایی پیش از پیش کوفیان است. امام را به کوفه بردید یا هنوز در سابات است؟ به توصیه خودشان قرار شد به کوشک سفید مدائن بروند. فرمودن مرا به سعید ابن مسعود ثقفی برسانی که تکیهگاه امنی است و به ما خیانت نمی کند. باید از صاحب منصبان عرب باشید. در مدائن معرکه طلب نکنم عراقی ها شکست تا عراق را فتح نکند خواه خوراک نکند. عراق را شاید، مدائن را باید به خواب ببینید. اهامره نمرده. خلیفه است. خلیفه حسن ابن علی ظاهراً دیشب در سابات زخمی شده. عرب ها خلیفه کشی را بدل به رزم کردند. بهانه خوبی است برای عرب کشی. نوه سید المرسلین را دریابید، مدائن را بر دشمنان علی بشورانید. فریاد یا محمدا، 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 فریاد. اهامره قصدشان بلواست. قفلت کنید، خریت عجمان رنگرز مدائن را ویران می‌کند.
يا محمدا الموت يا محمدا. چه خبره؟ خلیفه است، زخم برداشته. پس خوارج به قولشان عمل کردند. معاویه شکار شد، مانده امراست. کجای کاری تو؟ معاویه در بهشت سبز دمشق خدایی میکنه. این که میبینی زخم برداشته حسن ابن علی است. شنیدم معاویه برای سر پسر علی 1000 دینار شامی و یکی از دخترانش را وعده داده. جان من؟ جان تو؟ چه گرانسر از پسر علی. چرا خلیفه را به کوفه نبردند؟ چه عرض کنم؟ یحتمل مدائن امتر از کوفه است. هرچه نباشد عجمان مدائن بلندتر از کوفیان 1000 قبیله اند. عرض نکردم با این اوضاع نیازی نیست شامیان به مدائن حمله کنند. از فردا عرب و عجم در مدائن دشمن خونی همند. حیف شد. تازه داشت بازار کسب و کارمان داغ می‌شد. یا سید شباب اهل الجنه، جانم به فدای خاک پایتان. شنیدم بیدادی را که بر شما رفته. شنیدم که سرداران دور و نزدیکتان اسیر طلحه‌های معاویه شدند و خیانت کردند. رویشان سیاه. سید ابن مسعود ثقفی هم سرورم، فرماندار مدائن. ممنونم که حقیر را لایق میزبانی دیدید. قدم بر دیدم نهید و کوشک سفید مدائن را به برکت وجود اقدستان منور کنید. خون زیادی از امام رفته امیر. بیمان داریم خنجر ضارب لعین آغشته به زهر بوده باشد. محتاج طبیبی هستیم حاذق. تا فرصت فوت نشده چاره ای کنید. طبیب و بستر هر دو فراهم از سردار. بیایید. آرامتر. چه میکنی ناموس سلمان؟ مراقب باش سردار، کاری نداشت از مهابت نعرت دستم بلغزد. عذر تقصیر دارم حکیم. دست خودم نبود. لحظه ای شما را جای آن ضارب ملعون دیدم. شما خسته و خیالاتی شده اید سردار. البته حق دارید. توصیه میکنم کمی استراحت کنید و کمی هم توکل. هرچه مشیت الهی باشد همان میشود. بله بله بله. بله.